ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. بعضی رویدادهای تاریخی برای مردم، برای ادیان، برای مذاهب گاهی اوقات اهمیتشون در سطح اصول الهیاتی افزایش پیدا میکنه و از جمله این موارد روایت شیعیان از رویدادهای منتهی به شهادت حضرت زهراست، اونجور که تصویر میکنن و توضیح میدن. این جلسه‌ای که خدمت بزرگواران زحمت دادیم پیرو انتقادات و سوالاتیه که جناب آقای اردستانی ناظر به این روایت مطرح فرمودن. اول از همه تشکر میکنم بابت سعی صدری که به خرج دادین برای انجام این گفتگو و قبل از طرح سوال اولم هم خواهشم این هست که با توجه به اینکه تقریبا همه این موارد از جمله همین رویداد به خاطر هویت اختلافی که بین مذاهب گوناگون داره با احساسات و عواطف و هیجانات پیوند داره، به خاطر همین تو بیان مطالب تا حد ممکن به شکلی بیان بشه که بالاخره این سبک از گفتگوها که علالقاعده ضروری هستند رو بشه ادامه داد و خدایی نکرده باعث ناراحتی کسی یا موارد بعد از اون نشه. جناب اردستانی، اگر بخوام بحث رو با شما شروع بکنم، شما انتقاداتی ناظر به این روایت مطرح کردید، یعنی رویدادهایی که هم از دیدگاه شیعیان باعث شهادت حضرت زهرا شده، هم در واقع فرایند بیعت گرفتن از حضرت علی علیه السلام. یه تصویری، اولا ادعا رو، حالا اگر ادعای من، استدلال من، توضیحات من نقصی داره، شما ادعا رو خیلی شفاف و واضح بفرمایید و استدلال هایی که ناظر به این هست و اگر بتونیم دونه دونه با بیان شما پیش بریم و روش رفت و برگشت بکنیم، فکر میکنم بحثو بشه خوب پیش برد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقا و شما حضرت عالی و تشکر میکنم که این گفتگو را ترتیب دادید و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کسانی که این برنامه را ملاحظه میفرماند. امیدوارم که این گفتگو براشون سودمند باشه. من قبل از اینکه وارد اون سوال حضرت عالی بشم باید یک نکته ای را عرض بکنم و اون این که من رشتم اسلام شناسی، یعنی از اول دنبال اسلام شناسی بودم. این که میگم اسلام شناسی، معتقدم که یک رشته این گونه‌ای که من در ذهنمه نه در حوزه ما و نه در دانشگاه ما وجود نداره، یعنی یک رشته خاص وجود. من گاهی صحبت که میکنم میگم آقا تو اسلام شناسی مثلا فلان کس چقدر فلان، همه شگفت زده میشن. من خیال میکنم میگم که فلانی در فقه ضعیفه، فلانی در فلان رشته ضعیفه، فلان. نه، اسلام شناسی که من میگم یک رشته خاصه. یعنی دقیقاً وقتی که من چون ادیان هم کار میکردم و تدریس میکردم، همونطور که مسیحیت شناسی کار میکردم، همونطور که یهودیت شناسی کار میکردم، اسلام شناسی هم دقیقاً به همین شکل. من اینجوری میخوام بگم، حالا جدا از این که حالا این چون کوتاه وقتمون و باید مقدمه رو خیلی کوتاه صحبت بکنم، گاهی وقتی حرف میزنم احساس میکنم که از کره دیگری آمدم. واقعا سختمه که حرفم رو بفهمونم که مقصودم چیه. من از حرفام بد برداشت میشه. ببینید شما فرض را اینجوری بگیرید، اولا من منابعم، حالا تو اسلام شناسی، بله، من اصلا برای تاریخ تخصصم نی، علاقم ندارم. من اسلام شناسی کار میکنم. اسلام شناسی من 4 منبع داره به ترتیب، یا 2 منبع داره، پیامبر باطن، پیامبر ظاهر. هر یک از این 2 2 بخش تقسیم میشه. اولیش فطرت و عقل و دومیش کتاب و سنت. بله.
و به همین ترتیب هم هست. این ترتیبی که چیدم: فطرت، عقل، کتاب و سنت. این یک نکته دیگر، پس منابع من متفاوته، روش من هم کاملا متفاوته. روش من پدیدارشناسی معمول نیست. تو پدیدارشناسی اولین اصلش اینه که گزارش بدی و بی‌طرفی، داوری نکنی، همون گزارش بکنی. هدفت هم شناخت، یعنی به اصطلاح حالا تو داوری یعنی توش نیست و صرفا گزارش بدی. سومین نکته اینه که هدف من متفاوته با هدف دیگر حوزویان. من هدفم شناخته، نه دفاع. این را با صراحت میگم، من هدفم دفاع نیست. آنچه که معمول هست میگن ما برای دفاع اومدیم، طلبه شدیم. دفاع از من برای شناخت آمدم، من به روش پدیدار شناخت. اون وقت از این هم پا را یک گام جلوتر گذاشتم و اون این که در واقع وقتی که گزارش هم میدم، الان برای مردم ذهن خودم را گزارش میدم. من حتی نمیگم یه خدایی هست، این جمله را نمیگم، یا محمد پیامبر خداست صلی الله علیه و آله، یا قرآن کتاب خداست. من اینجور صحبت نمی کنم. میگم من با این برهان به این نتیجه رسیدم که خدایی هست. من رسیدم، کار با شما نه. من با این برهان به این نتیجه رسیدم که محمد پیامبر خداست. من با این برهان به این نتیجه رسیدم که قرآن کتاب. همه گزاره هام ایگونه است، غیر از این نه. یعنی در واقع همش دارم از ذهنم گزارش میدم، من چگونه هستم. دیگری اگه راه رفته من را میپسنده بپسنده، نمیپسنده نپسنده. نکته سوم تو بحثم سر هدف بود. پس من هدفم دعوت نیست، یعنی دفاع نیست، حتی هدفم دعوتم نیست. من دنبال دعوت کسی نیستم. بله. به قرائتی که خودم دارم، یعنی به اون چیزی که خودم تو ذهنم هست دعوتم نمی کنم. من صرفا گزارش با این روشی که عرض کردم. خب این منابع و این روش ها چجوری توی این مورد خاص الان همین را میخوام عرض بکنم. همین جاست که من ببینید، من گفتم حالا منابع سنتی را حالا آج آقا میزم که بفرمان. و خب من معتقدم که سنتی ها معتقدن که میگن منابع اون کتاب و سنت و اجماع و عقل. من معتقدم که نه، منابعشون در واقع اجماع و شهرت و خبر واحد. با اونها در عمل در واقع این ستاست که من بهشون انتقاد دارم. اما نکته اینجاست که من تمام این بحث هایی که الان میخواد مطرح بشه دارم میخوام اسلام شناسی یا زیر مجموعه اسلام شناسی شیعه شناسی کار کنم، زیر مجموعهش. اون وقت باید برم سراغ اون منابع. تاریخ جزء منابع من نیست. تاریخ از این حیث که ممکنه سنت و سیره پیامبر یا ائمه را نقل بکنه، از این حیث مورد توجه من هست. بله. عنوانی که سنت و سیره را در برداره. مشکل من اینه که تاریخ در حد حتی ظن و گمان هم نیست کلش. اگر هم بخوام به تاریخ اعتماد بکنم، تکیه بکنم، توش مطالب بسیار زیادی هست که اصلا نمیتونم بپذیرم. یعنی به پیامبر یه چیزایی نسبت داده، به امام علی یه چیزایی نسبت داده، زیاد هم، که من نمیتونم جور بکنم با بله
ببینید این ماجرای روایت شهادت هم میخوام تمرکز کنم که بتونم بحثو بچرخونم. نه الان یک کمی این لازمه این ما. ببینید مثلا تو تاریخ یا تو روایت فرق نداره، میاد یه چیزی رو به امام علی یا عملی رو نسبت میده، درسته؟ بله. من از این که میگم پدیدار شناسی کار میگم کار ندارم این امام علی انجام داده یا نه، اصلا کاری هم ندارم که منبع چقدر معتبره یا نه. این حرف دیگری. این حرفی که شما زدی با عدالت امام علی که من بهش رسیدم سازگاری نداره. در واقع این که میگم پدیدار شناسی، میگم نمیتونه یک کسی این حادثه رو بپذیره عدالت امام علی رو هم بپذیره. من بیش از این نمیرم و گامی بر نمیدارم. این دوتا برام قابل جمع نیستش. اما حالا برام سر با این مقدمات که میگم خیلی باعث من میدونم خودم که بدفهمی میشه. مثلا میگم من اصلا درباره شهادت حضرت زهرا وقوعش یا عدم وقوعش اصلا حرفی ندارم و نمیزنم. این حرف تاریخیه، من حرف داشتم تاریخ، من نمیرم واردش بشم، پس علاقه هم ندارم. من یه چیزی را گفتم بد فهمیده شده. من میگم 2 روایت از ماجرای برخورد با حضرت زهرا معروفه. یکی اون ماجرای سوزاندن در و پشت در موندن حضرت زهرا سلام الله علیها و یکی اون ماجرای بستن با طناب و اینکه ضربت زدن حضرت زهرا اومد بگیره حضرت علی را که نبرن و ضربتی زدن. این 2 ماجرا مشهور. بقیه عرض بنده این بود که این 2 ماجرا را کار با شاید اصلا داوری ندارم که شهادت شده، یعنی شاید برن مورخان هر که میخواد. 2 ماجرا، 2 این داستان، 2 حکایت را من نمیتونم مثلا با عدالت امام علی و با امور دیگر جور بکنم. بله. من اصلا بحثم اینه که شده یا نشده که کسی بنابراین یعنی اگه کسی عدالت امام علی رو قبول داشته باشه این روایت تاریخی رو نمیتونه بپذیره. از سخنم من همه حرفم، من اصلا نگفتم زهرا شهید شد، اما این نکته رو اضافه بکنم چه حضرت زهرا به شهادت رسیده باشه چه نرسیده باشه، در مقام حضرت زهرا و در دینداری من اثری نداره. حضرت زهرا الگو و اسوه و هادی و راهنما. بله بسیار خوب. پیامبر اسلام به شهادت چه رسیده باشه چه نرسیده باشه به من تأثیری نداره، این فرق نداره. بنابراین این هم منتها این نکترم به عرض پوزش یه بحثیه که باید مطرح بشه و هر جایی ضرورت مسئله هم مطرح بشه. یکی اصل مسئله است، یکی ضرورت مسئله. این خیلی کوتاه بفرمایید. این خیلی کوتاه. من خیال میکنم از نگاه من ضرورت مسئله از این حیث که برخلاف آنچه که من، نه از این حیث که خوب ثابت بشه کم چیزی، از این حیث که امروز داره این مسئله بین مسلمانان تنش ایجاد میکنه، نفرت پراکنی میکنه، به چه بسا باعث قتل و کشتار و این چیزها میشه. من از این نظر برام اهمیت داره، نه از نظر اینکه مثلا شده باشه یا نشده باشه برای من تاثیر داشته باشه. ببخشید اگر خواهش میکنم. ببخشید جناب کاشانی، آقای سلیمانی توضیح دادن که معتقدن از یه موضع اسلام شناسانه بین 2 گزاره امکان جمع وجود نداره، طبیعتا باید بازش بکنن، اما خلاصه بین عدالت حضرت علی علیه السلام و ماجراهای منجر به شهادت اونجوری که روایت میشه، ارزیابی شما چه صورت هست، هم در مورد مقدمات هم در خصوص داوری در مورد این موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت عالی جناب آقای اردستانی، بینندگان عزیز عرض سلام دارم. از اینکه صدام گرفته عذرخواهی میکنم. عرض به حضورتون که یه مقدمه‌ای بگم که شاید به بحث خیلی کمک کنه و سعی میکنم به این موارد بپردازم هر چقدر فرصت هست، باقیش فرصت‌های بعد.
علت حضور من در این مناظره اینه که من خب فرمایشات آقای اردستانی رو قبلا دیده بودم در موضوعات مختلف و برام هم جذابیت نداشت بخوام ورود کنم. مواردی هم که میشه روش مباحثه کرد در مورد فرمایشات ایشون زیاده، از مثلا فرض بفرمایید که انکار امامت بعضی از امامان که یک شیعه اثناعشری بگه من امامی رو چون تحقیق نکردم نمیشناسم و با مبانی ایشون تقلیدم ممنوع در این موضوعات و ایشون نمیتونه امام شیعه اثناعشری باشه مثلا فرض کنید. یا مثلا عبارتی که عرض کنم در مورد اسمت، در مورد فرض بفرمایید تمثیلی بودن حضرت آدم و حضرت حوا و یه لیست بزرگیه. اما اون چیزی که من رو ترغیب کرد به این مناظره بیام اینه که دیدم ایشون احتمال خیلی 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 زیاد ناخواسته در زمین وهابیت بازی کردن. الان توضیح بدم، یعنی طراحی کردن ایشون رو بکشن به یه سمتی که حتما خودشون هم نمیخوان. ببینید بین اهل سنت و وهابیت در 90 و شاید 5% امور از نظر کمی، فقه تقریبا بسیاری از عقاید، اختلافات میان شیعیان و اونها اشتراک است. یه نقطه اساسی اختلاف هست با پیرامونش که توحید و شرک و مباحث پیرامونیش، که این باعث شده مثلا فرض بفرمایید اهل سنت وهابیت رو خوارج عصر میدونن. رفقای سنی بنده در اردن اگر کسی از اهل سنت وهابی بشه بهش مرتد میگن. فراوان کتاب نوشتن گفتن وهابیت از اسلام خارجن، فراوان. بعد وهابیت شروع کرد به تکفیر کردن، ازش داعش به وجود اومد. این کشدار فرزند بچهای مردم رو تو قفس بذارن، آتیش بزنن، نمیدونم فیلم برداری کنن، کشدار کنن، سربریدن ها رو نشون بدن، گور دست جمعی درست کنن، که این مورد وهابیت چون مورد حجمه در جهان اسلام هست به شدت، دید که باید خودش رو برگردونه به دامن اهل سنت. چی کار کنه؟ بیاد قهرمان سازی کنه، سفید شویی کنه. اومد رو مسائل اختلافی شیعیان و اهل سنت سرمایه گذاری کنه که به اهل سنت بگه من با شما هستم. این موارد قبلی هم دار. و یه شبکه کلمه‌ای که بارها خود من رو مناظره دعوت کرده ولی فیلماش موجوده، به شدت حتاکن به اهل بیت، به شدت فحاشن به شیعیان. به خود من 10 فحش و ناسزا دادن، اینا همش ضبط شده هست. به شدت از داعش طرفداری میکنن و فیلم های طرفداری این از داعش موجوده. توجه میفرمایید. من ناگهان دیدم اون شبکه در رد شهادت حضرت زهرا افسانه بودنش یه مطالبی شروع کرده، سال هاست. بارها هم منو دعوت به مناظره کرده، اخیراً هم دعوت به مناظره کردن چند تا شبکه من، که خب من با اونو گفتگویی در این زمینه نمی‌کنم. گفتگو با وهابیت تو موضوع توحید و شرک که اون نقطه تمایزشون از جهان اسلام و جهان اسلام اینا رو بیرون کرد. ناگهان یک فرد با لباس روحانی شیعی میره در اون برنامه شرکت میکنه و تقریبا به جز اون جایی که اونو فحش میدن و ایشون اعتراض میکنه مثلا فرعون نگین به شیعیان، تقریبا تمام آنچه اونها از مجری و مخاطبین که تماس میگیرن نظر میدن ایشون همه رو تایید میکنه که فیلمش موجوده. من دیدم که ناخواسته احتمال زیاد ایشون به دامن یک جریانی افتاده و برای مردم ما اگر ایشون عذر میخوام ببخشید مثال میزنم لباس وهابیت تنشون باشه، این همه آدم دارن از این حرفا میزنن، ایشون هم به فرمان طوری نیست. اما یهو نگاه میکنن یه نفر با لباس روحانی شیعه اثناعشری که یه مختصاتی داره و خودشون هم خیلی جاهاشو میگن قبول نداریم، حالا یه چیز جدیدی میبینه. دقت فرمودین. شواهدی هم در رفتار ایشون هست که من بازم اینو احتمال زیاد میدم که به لوازم فرمایششون ملتزم نبودن. من خلاصه کنم. مثلا ایشون الان یه مقدار این بحث شخصی میشه. نه. اینو که عرض کنم 1-2 دقیقه که عرض کنم وارد بحث میشم چون این به موضوع ربط داره. ایشون یه جایی میفرماد که من شصحابی ام، یعنی شیعه نیستم و سنی نیستم، وهابی نیستم، گاهی شیعه ام، گاهی سنی ام، گاهی وهابی. خب عزیزانی که وهابیت شناسی کار کردن میدونن وقتی من میگم گاهی شیعه‌ام، گاهی سنی‌ام، گاهی وهابی‌ام، یعنی در نقاط تمایز دیگه. من در نقاط تمایز گاهی اینم، گاهی اونم، گاهی اونم. و نقطه تمایز وهابیت با اهل سنت نقطه توحید و شرکه. این یعنی ایشون یا به لوازم فرمایششون معتقد نیستن و مثلا باید تصحیحش کنن، یا معتقدن که اگر گاهی وهابی هستم یعنی در موضوع توحید و شرک، و این میره به سمت وهابیت، کما اینکه کلماتی از ایشون در این زمینه صادر شده
که وقت من تعجب میکنم چرا با لباس یک روحانی شیعه اثناعشری این حرفا زده بشه. مثل اینکه من فقط بفهمم لباس نیروی انتظامی تنم کنم هیچ معتقد نباشم، لباس خاخام یهودی ببخشید مثلا تنم کنم هیچ معتقد نباشم. مثل کلامی که محمد ابن عبدالوهاب گفتن که عذر میخوام از بینندگان که مثلا محمد هیچ کار است در دین ما، شبیه این از ایشون صادر شده. یا مثلا شیعیان رو متهم به شرک کردن که اگر کسی مبانی رو مقارنه کنه در اون موضوعات میبینه. من تو این فضا احساس خطر کردم که ایشون در یک فضای قرار گرفته. تا قبل از این در همین رسانه‌های خودی بودن، اما الان دیدم که اون شبکه‌ای که به همه فحاشی میکنه با احترام دوست داره که ایشون بیاد اون حرفای اینا رو تایید کنه. به همین جهت وارد شد. بله. حالا این فرصت دارم وارد اصل بحث. در مورد اصل بحث یه 2-3 دقیقه بفرمایید که بتونیم بحثو بشکل کنیم. بله. در مورد اصل بحث من بخشی از مقدمه مبانیشون رو ورود نمی‌کنم جز یه موردش که ببینین آقای اردستانی میفرمان من اسلام شناسی کار میکنم، من به موضوعات تاریخی ورود نمی‌کنم و من کلیات رو نگاه میکنم، من پدیدارشناسانه نگاه میکنم، ولی در اثنای بحث اصلا پایبند نیستن. مثلا فرض بفرمایید که ایشون میگن من خبر واحد رو قبول ندارم. البته من اصلا قائل نیستم هر خبری، هر کتابی، هر چی نوشت ما قبول کنیم. اصول و ضوابطی قائلیم براش. ایشون میفهمن من خبر واحد قبول ندارم. بعد وقتی یه یادداشتی در مورد من نوشتن تو کانالشون، نوشتن من گوگل رو سرچ کردم کاشانی متولد 64. خب الان شما چجوری اعتماد کردی؟ به کی اعتماد کردی؟ من متولد 64 نیستم. یعنی شما تو مباحث علمی خبر واحد که مبانی داره میفهمد قبول ندارم، من حرفی ندارم، میگم اشکال نداره یه نفر مبانی داشته باشه. اما من در فرمایشات ایشون مکرر تناقض میبینم. نکته دوم که من مقدمم ربط پیدا میکنه این، یعنی من متولد 64 نیستم، ایشون نمیدونم به چه کسی اعتماد کرده، خونده، بعد در کانالشون منتشرم کردن. یا مثلا میفرماد این مباحث از زهرا چون موجب اختلاف سری و رمزی نیست بگید تولدتون. حالا خانم ها حساسن، شما حساسی. منم چون به حقوق خانم ها خیلی باور دارم اعلام نمی‌کنم. اجالتا سنم بیشتر از اونه. عرض کنم محضر شما که میفرماد چون اختلاف افکنی میشه در این موضوع من ورود نمی‌کنم. من مقدمه برای همین عرض کردم. ببینین در اختلاف افکن ترین شبکه موجود که شبکه کلمه است، حتاک، طرفدار داعش، فحاش، به خود من مکرر فحشایی که به خودم داده رو میشه لیست کرد. ایشون رفتن در اختلاف افکن ترین شبکه حرفای اونا رو تایید کردن فل جمله که موجوده و این تناقض با این داره. ما اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم باید مثل امروز گفتگوهایی کنیم دوستانه بدون درگیری، راجع به موضوعات گفتگو کنیم، مطالبی هم که اگر راجع به گذشته مطرح شد بدون حتاکی از افراد اسم ببریم، اعمال رو بگیم، به شخصیتشون ورود نکنیم، حتی شاید من گاهی تصریح به نام افراد نکنم که بشه این موضوع رو حل کرد. بله. و اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم لازم نیستش که یه اختلافی در یه جای دیگه‌ای درست کنیم، به شبکه اختلاف افکن مشهور کمک کنیم بعد بگیم میخوایم اختلاف افکنی نکنیم. یکی دیگه از چیزایی که ایشون فرمودن اینه که من نمونه عرض کنم که میفرماند که تاریخ جزء منابع من نیست. این خودش بحثی داره که فرمایشات ایشون برخورنده است به بسیاری از علوم انسانی. این که مثلا فرض کنید یه نفر بگه تاریخ که مثلا فوقش ظنیه، خب این همه متخصص تاریخ داریم، علوم انسانی روز اینا حجیت محور که نیستن، اینها اصول و ضوابطی دارن. بسیاری از علوم انسانی، جامعه شناسی، ارتباطات، رشته تاریخ، اینا با یه اصول و ضوابطی پیش میرن و شما بگی اینا صرفا یه ظنیاتی هستن، خب شما کلا در همه علوم و بستی عملا. بله شما میتونید بگید من علاقه ای ندارم، اما اینکه اینا یه مش ظنیاتن، خب شما تلاش‌های این همه افراد متخصص رو شما میتونید بگید کاشانی تو اینجا طبق ضوابط عمل نکردی، نه کلا آش و باجاش رد کنی. مثال عرض کنم. ایشون میفرماد که خب من اون دو موضوع مشهور رو نقد دارم. توجه می‌فرمایید. من برای اینکه بتونیم با هم گفتگو کنیم توی شروط مذاکره‌ام پیشنهاد من این بود که ما بالاخره اگه حرف مشترکی از یه جایی شروع نکنیم، مثلا فرض کنید الان یه یهودی مقابل ایشون نشسته بود که بحث این شکلی پیش نمیرفت، اگه من یه بودایی بودم که بحث این شکلی پیش نمیرفت. بالاخره ایشون
فل جمله قرآن و پیغمبر رو قبول دارد، منم فل جمله قبول دارم. فل جمله میگه از این جهت که ممکن در تفصیل اشتراک داشته باشیم، ولی بالاخره ما یه موضوع مشترکی داریم دیگه، وگرنه گفتگو میشه من حرف نوبت خودم حرف خودمو بزنم، ایشون هم نوبت خودش حرف خودشو بزنه. بله. برای اینکه ببرم در یه موضوعی که هر دو قبول داریم، من یه پیشنهاد دارم. ایشون ادعاهای تاریخی کردن، درسته میفرمان اسلام شناسانه ورود میکنن، اما ایشون ادعاهای تاریخی کردن. همون ادعای تاریخی رو چه به شیوه الهیاتی چه به شیوه تاریخی، به هر شیوهی که خودشون صلاح میدونن، اونها رو منقح کنن، من باقی بحث رو به همون شیوه پیش میبرم. برای اینکه نظر مثال بزنم، ایشون میفرماد اون زمان در وجود نداشته. من چند بار از ایشون شنیدم اون زمان در وجود نداشته. ایشون به شیوه الهیاتی یا به هر شیوهی که تمایل دارن به من بفرمان چجوری میفرمان اون زمان در وجود نداشته. من شیوه ایشون ببینم، 2 تا مورد دیگه هم هست، ما کوتاه میکنم، بعد من به همون شیوه وارد بحث بشم که زودتر بحث پیش به نتیجه برسه. پس موافقم، من فکر میکنم که روش خوبی باشه یه لیستی از این موارد رو دونه به دونه پیش ببریم و بحث رو جلو ببریم. البته ناظر به نکات قبلم اگه نکته هست بفرمایید. بله ببینید، من قبلش هم عرض کردم که عرایض بنده واقعا قبول، هم جناب ایشون هم این چیزهایی که نقل کردن خب نادرست فرمودن. من کی ائمه را انکار کردم؟ من تو همون شبکه 12 امام را، عدد 12 گفتم بهشون که همون روایاتی که شما نقل کردید بهترین تبیین از آن شیعه است. به همین 12 امامی که نام میبرن تبیین شما نارساست، با عقل جور نیست. که گفتم قبول ندارم، که میگم فهم یعنی سخته واقعا که وقتی میادم از یک فضای دیگری داره حرف میزنه، من چیز دیگری را گفتم. امام، اینو یه بار دیگه بگم که من امام علی علیه السلام را با 2 مقدمه امامتش برام حجیت سخنش و عملش به نحو اطمینان آوری برام اثبات شده. یکی بهترین تبیین و یکی دلیل انباشتی. روی این قضایا خیلی تاکیدم دارم. بهترین تبیین، این بهترین تبیینم مقصود اینه که مثلا از آیات سوره مائده، یعنی که مورد بحثه، در مورد تبیینه که این شیعیان میکنن خیلی بهتر از تبیینی که شما میکنید. تبیین شما جور نیست. مثلا حتی از زیارت از حدیث قدیر، تبیینی که شیعه میکنه بهتر از تبیین شماست. یا عرض کنم خدمتتون که حالا احادیثی که خود شما دارید، باز تبیینی که شیعه داره بهتر است. بله. و بعد میرم سراغ گام دوم. مجموعه اینها برای من میشه دلیل انباشتی. یکش نه ها، مجموعش برام اطمینان آور میشه. خب من به این طریق امامت امام علی را برام اثبات شد. اما بعدی ها چی؟ بعدی ها هم قبول دارم، هم دین آبا و اجدادی ما مبنا دارم که نباید دست ازش بردارم، چون تا به خرد ستیز بودنش نرسم دست ازش برنم، تا نتونم قرائت خرد غیر خرد ستیزی ازش ارائه بدم دست ازش بر نمیدارم. چرا؟ برای اینکه ادیان دیگر و مذاهب دیگر رو هم اطلاع دارم، کار کردم، میدونم اونجاها موضوع یه جور نیست که ادیان دیگرم بالا وضعیت همه جا به گونه خراب و مثلا اینجور نیست که مثلا حالا اهل سنت یا چی اینها وضعیت اونجا مشکلات خاص خودش داره. بله. یکی دینا با وجدادی، پس این به اندازه متعارف حوزویان هم کار کردم، این هم گفتم، ولی کار تخصصی رو امامت بقیه ائمه من کار نکردم. تخصصی یعنی چی؟
یعنی این که برام اثبات بشه که خبر متواتر داریم، مثلا برای اینکه امام علی امام حسن را جان، من کار بازم نفی نمی کنم، من اون قسمت چه کار نکردم. ببینید ایشون تعبیر انکار ائمه به کار بردن، خیلی وحشتناکه. بلافاصله بعد از این کلمه مسئله ارتداد مطرح میکنه یک کسی. اصل ارتداد حرف بی خود، یا اصل مسئله ارتداد یه حرف بی خود، ولی به هر حال مطرح میشه و پیامد داره. باید احتیاط کنن کسی وقتی میخواد که یا این کار کرده. من وقتی از 12 امام دارم روایت نقل میکنم، اصلا وقتی کلمه رو به کار میبرم میگم ائمه اطهار، و به اهل سنت میگم من به 12 امام باور دارم. چیه ماجرا؟ از من کسی خواسته در مورد امام زمان صحبت بکنم، میگم من کار تخصصی نکردم. بیش کسی که کار تخصصی کرده، این یعنی این کار. با این حال معتقدم که آقایون دیگم بیشتر از من کار نکردن. همینقدر. ببخشید من عرض کنم خدمتتون که ببینید یک قضیه دیگری رایشون گفتن، شصابی و همچنان اینو گفتم، البته غالب طنز بوده، ولی این شیعه‌ای که متعارف هست، رایج، اهل سنتی که رایج هست، وهابیتی که رایج هست، من هیچ کدومش نیست. در خیلی شبکه ها آقایونی که هستن، من نام نمیخوام ببرم، چقدر وقت میذارن که بگن فلانی شیعه نی. خب دارم میگم شیعه که شما هستی؟ من نیستم دیگه. چه زور زدنیه، چه میگم آقا اون چیزی که شما بهش میگی شیعه، من شیعه نیستم. به چه زبانی بگم؟ من مسلمانم، ولی مسلمانیم با آنچه رایجه مشترک لفظیه. بله. من شیعه‌ام، ولی شیعه بودنم با اون چه که رایجه مشترک لفظیه. ترسم از این ندارم. یه بنایی هم دارم که گفتم دعوت نمی کنم، دعوا هم با هیچ کس ندارم. من به همه کس میگم لکم دینکم ولی دین. کاری که تو قرآن اومده، بله. کاری ندارم. به چیزهایی من بهش رسیدم، نمیتونم. فقط هم میگم اگر کسی از من بپرسه سوالی، من این چیزها را بهش رسیدم به این ادله. اصلا دعوت کسی هم نمیگم که شما بیا گوش بده فلان. بله. اما یک صحبتی من حالا این راه مرز بکنم. شبکه گفتن وهابیت فلان. خب حالا سوالین، من انتقاداتی بیشتر از اون که به شبکه فلان دارم به صدا و سیما دارم. انتقادات بیشتری دارم به اینجا، هیچ اعتمادی ندارم. او به من میگه بیا حرفت بزن، احترامت حفظ میکنیم، اجازه بهت میدیم حرف بزنی، حرفت هم قطع نمی کنیم و واقعا بگو حرفتو بگزن، هر چی میخوای بگی. و واقعا رفتم و بهش پایبند بوده. من کار ندارم شبکه چیه، من کار ندارم. من صدا و سیما رو فقط الان بهتون میگم غیر از فوتبال و کشتی ورزش، بقیه ورزش ها رو کم میبینم، غیر از مستند حیات وحش هیچ چیز دیگری نمیبینم. بله. هیچ چی نمیبینم. ولی اگه دعوت هم بکنم بگم همین اندیشه‌ای که همین که خودت داری اینجوری میگی توی برنامه زنده بیا بکن. با اینی که دیدم اون آقایی که تو اون شبکه به قول ایشون وهابی واقعا به حرفی که زد پایبند بود. من 7 جلسه برگزار کردم، واقعا پایبند بود به وعده‌ای که داده بود. هم هیچگاه حرف من قطع نکرد، پخش مستقیم کرد، نگذاشت دیگری اهانت بکنه
و حتی آخر هم به من میگفت که خب اگه حرف دیگری هم داری بزن، یعنی که حرفمون زده بودیم. بله. خیلی جا. خب با اینکه این اطمینان را ندارم که صدا و سیمایی همچی کاری را بکنه، همین حد، ولی اگه دعوتم بکنن مبانی فرق داره. اگه به من الان تلویزیون اسرائیل بگه تو ضد صهیونیست نیستی، ما صهیونیستیم، بیا 1 ساعت پخش مستقیم ادلت را برای ما صهیونیست‌ها بگو چرا صهیونیسم باطله. درنگ نخواهم کرد، مهم نی هدف او چیه، کما این که اینجا هم مهم نی برم که هدف صدا و سیما چیه که از من اگه دعوت بکنه. اینجا به هدفشون اطمینان ندارم، اونجا اطمینان، هدف اونا رو من کارش ندارم. من میبینم که فرصتی برام فراهم شد، بیانش شد. 7 جلسه برگزار کردم، بحث کردم، در بعضی جاها به بنبست رسوندم، مبانی شیعه خودم را بیان کردم، گاهی هم آنچه مشهوره نقد کردم و قبول ندارم که نقد کردم، دلیل نداره که حالا کسایی خوششون نمیاد، کسانی میگن اصلا این حرفا رو نزن، بگن نزن. کسانی میگن شیعه نیستی، چی نیستی، مسلمان نیستی، چی نیستی، خب بگن. خب اگر موافقین آیه کاشانی، شما ملاحظاتی اگر ناظر به این، چون تو مقدمات بحثیم هنوز، بفرمایید اگر ملاحظه هست و جمع بشه توی این بخش. از بخش بعدی صحبت‌های آیه سلیمانی اردستانی رو دقیقاً ناظر به همون مواردی که محل اختلاف هست پیش ببریم. بله. پس من کوتاهش میکنم که بریم تو اصل بحث. ببینید نکته عرض کردم، اینی که میگن اینی که ایشون میگه وهابی هستن، این یعنی اصلا شناخت از اون شبکه وجود نداره. توجه میکنید؟ شما رفتید یه جایی تیتر اونها رو در مجموع تایید کردید و این تایید یه شبکه‌ای است که داعش رو حمایت کرده رسما. توجه میکنید؟ و انتقاداتتون قابل قیاس با اون نیست. رپورتاج کردن شما رو که همین حرف ما رو ایشون داره میزنه. اینجوری نیست که شما برید مثلا علیه صهیونیستا صحبت کنید در شبکه اونا. و اینی هم که این فرمان لکم دینکم ولی دین، من بنابراین دارم وارد اصل موضوع بشم. ایشون در نقدهاشون به شیعیان خودشون دشنام میدن. من نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم که مثلا به خدا شیعیان خیلی بعد اسم یک کیوانی رو میگن. هم کاملش رو شنیدم هم کوتاهشو، اما میگم بریم تو بحث. یعنی من این بحث رو الان میتونم ادامه بدم، ولی ما قرارمون بعد انحصار موضوع. من یه بار دیگه سوالمو بگم برای اینکه بحثمون درست ادامه پیدا کنه. اونم اینه، من عرض کردم آقای اردستانی وسط فرمایشاتشون که استبعاد میکنن و استبعاد رو بعدن توضیح میدم، به یه جهاتی استبعاد میکنن. مثلا میگن اون زمان در نبوده. این خیلی مسئله ساده ایه. ایشون به من الهیاتی یا با هر روشی که میپسندن، با شیوه انباشتی، هر چی به من بفرمان اون زمان در نبوده، من شیوه رو ببینم و یه 2 تا سوال اینطوری دیگه هم دارم. من به همون شیوه بحث رو بتونم پیش ببرم. بسیار متشکرم. یک جمله شما فرمودید که من تاریخ و اینها رو گفتم ظنیاته، خواستم علم تاریخ و فلان. نه من کارا نکنم. اونا تحلیل تاریخی قرائن خودشون ندارن. من وقتی میخوام به عنوان سنت از این تاریخ بگیرم، برای من حد اکثر ظنیه. من استفادم اینجور. رشته تاریخ کارش ندارم، گفتم تخصص ندارم. ببینید این فرمایشات که بیشون میفرماد، مثلا میتونم من بگم که خب صدا و سیما داره خیلی کارها میکنه. نه نظرت میخوام به مثالی بزنم. من میخواستم راه بیفتم برم تشییع جنازه آقای حاج قاسم سلیمانی. دوستم بهم میگفت وقتی میری از همین هم سوء استفاده میکنن. گفتم بکنن، ولی من میرم، من چیکار دارم که سوء استفاده میکنن؟ من وظیفه‌م که برم. رفتم، تا الانم دارن سوء استفاده میکنن. تا الانم آقا ما ملت ایران رفتیم برای سرباز وطن، دارم میگم اومدن ما را تایید کنن.
آقا این چه، من اگه بخوام پس تشییع جنازه آقا قاسم هم نباید میرفتم. خیلی جاهاست که نباید برم اگه قرار باشه با این استدلال باشه. میگم نمونه‌اشو دار. از مقدمات بگذاریم، خود اصل ماجرا بریم وارد اصل ماجرا بشیم. ببینید من گفتم دلیلم باشه. من هیچ وقت تاکید بر این نمی کنم که در بوده یا نبود. یعنی نفرمودین؟ نه، باید ببینید طرف تو چه سیاقی صحبت میکنه. من وقتی میگم وارد بحث تاریخی نمیشم، قاطعانه نمیگم در بوده یا نبوده، در دیوار بوده یا نبوده. اینا رو هم به صورت ظنی دارم میگم. اینا رو هم به صورت، مثلا وقتی ماجرا نقله که خلیفه دوم، آیه قرآن اینه که ای مومنان وقتی میخواید وارد خونه بشید از در وارد بشید. این تو قرآن اومده. یعنی چه؟ یعنی یه دیوار 3 متری بوده، 4 متری بوده، مردم با نردبون با اینجوری میرفتن؟ چجوری میبوده؟ چرا قرآن میگه که باید از در وارد خونه مردم بشید؟ چی بوده؟ این دیگه قطعی. چه نتیجه یعنی از این میگیریم؟ از این میگیریم که همین الان هم هست روی مناطق اشاعره و اینها دیوار اون چنانی نیست، یه چیزیه که حریم را مشخص میکنه. و اون روزم احتمالاً این که برای مردم مدینه میگه دیگه، قرآن برای مردم شهر داره میگه دیگه، میگه از در وارد بشید، از چی وارد نشید. این چیه؟ یعنی واقعا کسی تصور میکنه این دیوارهای مثل ما الان بوده مردم از دیوار وارد میشد از در وارد نمیشدن؟ نه آقا، میگه از در وارد بشید. اونجور نبوده. میتونست خلیفه دوم از همین راه اومد، از ماجرایی که اومد که بعد یک کسی داشت موسیقی یا نه استفاده میکرد. ماجرا معروفه. چیه ماجرا؟ ماجرا اینه که خلیفه دوم دید که از یه خونه صدای ساز و آواز بلنده، رفت و وارد شد و طرف مؤاخذه کرد. طرف گفت که من یک حکم خدا را نقض کردم. و اون که تو 3 تا حکم خدا را نقض کردی. یکی این که خدا گفت که فرمود که از در وارد بشید، از دیوار وارد نشید. تو از دیوار وارد شدی. یکی این که اجازه بگیرید و وارد بشید، تو اجازه نگرفتی. سوم این که گفت سلام بکنید، سلام هم نکردی. اینو شما شاهدی میدونید که این دیوار اون دیوار نیست؟ اصلا بین در و دیوارم نه اصلا این طور چیزها نیست. من هیچ همین را دلیل نه. من عرض میکنم که مجموعه شواهد و قرائن، من اصلا نمیگم این دلالت بر اون میکنه. خب پس اگه موافقین مجموعه رو بفرمایید چیاست در حمایت از چی؟ بله. میخوام این قضیه در این که دیوار نبوده، مثلا تو قرآن این آمده، برای از خلیفه دوم هم این نقل شده. تو مناطق اشاره اینا الان میبینیم همین جوره. در اون چنانی، دیوار اون چنانی نبوده که طرف برای وارد شدنش مثل درت فکر میکنید قلعه خیبر باشه و بخواد آتش بزنه که وارد بشه. چون چیز نبود. یه دیواره که بودم کوتاه بوده که میتونستم بپرن اون طرفش مخصوصا. ولی من با این هیچ تاکید قطعی بر این چیزها ندارم. من مجموعه شواهد و قرائن ندارم، ولی اصلا هم روی این قسمتش از اون اصراری ندارم. عرض بنده این روی یک ماجرا شما میفرمایید کسانی آمدن در خانه از امام علی خواستن که بیاد مسجد بیعت کنه، صدا زدن، امام علی نیامد، همسر باردارش رفت پشت در داد زدن، صدا، خونه هم که هست الان کوچیک، همین الان هست دیگه، خونه کوچیک، هرچی داد فریاد نیامد امام علی. دواز گفتن که عرض کنم خدمتتون که آتش میزنیم
گفتن آتش میزنیم. باز هم امام علی نیامد که از حریم خانه دفاع کنه و همسرش اونجا. از نگاه من این با عدالت، چون یکی از اموری که هست جوانمردی و امثال ایناست، به نظر من یک انسانی مثل امام علی باید بیاد جلو و اینجور نباشه که همسرش بیاد پشت در و چی بکنه. بله. باید بیاد اگه میخواد حرفش رو خودش بزنه و با این همه سر و صدا وای نجسه که چنین چیزی رخ بده. حالا این اون اصل مطلبیه که از نظر شما نشون میده که این روایت تاریخی دوچار اشکاله. نه من با تاریخش کار ندارم. من اون چیزی که خونده میشه تو روزه کار، من با تاریخ کار ندارم. نمیدونم. من این چیزی که مشهوره میگم، این که تو این کتاب‌های عادیه. بله. این چیزی که همین توضیحاتی که دادیم با عدالت امام علی قابل جمع نیست. من با عدالت امام علی نمیتونم جمع کنم و این رو با مروت، یک از شرایط عدالت مروت. بله. نمیتونم. من نمیتونم. شازیشون بتون. بعد دوام نداریم ها. بله. من گفتم خیلی هم اصرار ندارم. میگم من نمیتونم جمع کنم. بله. آقای کاشانی قابل جمع هستن؟ ببینید من فکر می‌کنم که بعداً خیلی کلیپ‌های خوبی داریم از فرمایشات ایشون و انکارهای الانشون. ببینید ایشون تأکید کردن که اون زمان در نبوده، باید اینو اثبات می‌کردن، چون یه ادعاست. تا وقتی چیزی ارزش نداره که بهش نمیشه تکیه کرد. اینی که اون زمان در نبوده رو من خواستم ایشون به همون روش انباشتی که من بعداً در مورد مظلومیت از زهرا به روش انباشتی اتفاقاً به روش تجمیع شواهد و قرائن صحبت خواهم کرد. ایشون باید ثابت میکرد در نیست، نه اینی که خب هم خودشون مثال دومشون مثال اول نقض کرد. اینکه قرآن میفرماد از در وارد بشید که مانند خلیفه یا دیوار نرید خونه مردم، چون این کارو میکردن. میگه از در وارد بشید. ایشون اینو استفاده کرد، یعنی در مثلا نبود یا در این شکلی نبود. من نمیدونم اینو از کجای شیوه الهیاتی و انباشتی استفاده کردن. اینی که در چه شکلی بود، دیوار چه شکلی بود، اینا گزاره های الهیاتی نیست. شما دارید راجع به یه واقع تاریخی ولو هی بگید نمیخوام تاریخی حرف بزنم ولی در اینطوری نبود. بعدم بهش خیلی اعتماد ندارم ولی خب پس چجوری به این تکیه میکنین؟ همین گزارشی که عمر میخواست وارد خونه مردم بشه و اینا رو که نقل میکنید، کی گفته این درسته هستن؟ شما به چه شیوه اثبات میکنید این نقل درسته؟ یعنی ایشون میگن خبر واحد قبول ندارن، ما که خبر واحد رو در بعضی امور قبول داریم با یه عالمه ضابطه قبول داریم. ایشون که میگن قبول ندارن، سن من از گوگل میبینن عمر از دیوار رفت بالا رو من نمیدونم از کجا نقل کردن، مصدرشون چیه، شیوه استدلالشون چیه. من میدونم مصادرش کجاست. ایشون چگونه به این اعتماد کردن، یعنی گزارش تاریخی رو چگونه اعتماد کردن. گزارش‌های فراوانی که در منابع معتبر مسلمین هست، در صحیح بخاری، حالا اسنادش رو الان منتشر کردن در کانال مشاهد، در کانال خودش برنامه تو توضیحات هست، تو توضیحات هم لینکش هست. اونجا اصلا در صحیح بخاری بابی باز کرده در روایات که غلق الابواب، یعنی قفل کردن درها. پیغمبر فرمود شبها اغلق الابواب. اینقدر از اینا فراوانه. پیغمبر فرمود برو از اینجا قضا به اینا بده. عمر رفت کلید انداخت در رو باز کرد. یا مثلا فرض کنید بخاری در ادب مفرد میگه جنس در خانه عایشه مثلا از چوب عرعر بود یا چی بود، پیغمبر خواست علی و فاطمه ازدواج کنن. اینا همه اسنادش هست. من میخوام بحثای سندیش نکنم چون ایشون اصلا ورود نکرد در موضوعی که ادعا فرموده بودن. مثلا پیغمبر بعد از اینکه علی و فاطمه رفتن در یه خانه، کار که خواست بیاد بیرون، در رو بس خودش حضرت قفل کرد. توجه می‌فرمایید، در رو بس. اغلاق یعنی قفل کردن، بستن در، یه دری بوده. خب این همه ادعایی که الان صورت گرفت با صرف این که من نمیخوام تاریخی ورود کنم، خب این همش ورود تاریخی بود دیگه. شما ادعا مثلا عمر این کارو کرد، اینو از کجا میفرمایید که عمر رفت در خونه مردم، وارد خونه مردم شد؟ اینو چجوری شما میپذیرید؟ اگر اینو شما میپذیرید که ما فوق تواتر در خیلی از امور داریم، یعنی این گزارش شما مستند به چه اخباریه؟ چجوری شما اعتماد کردید؟ بعد من نمیخوام تاریخی ورود کنم. واقعا ورود تاریخی همینه دیگه. شما در اون زمان اینطوری نبوده چون اشایر الان اینطورین. خب اشایر الان اینطورین ربطی به اونجا داره؟ ما یه درسی تو هندسه داریم
که دو تا مثلثی که همه چیزشون عین همه نمیگیم مساویان، میگیم هم نهشتن. چرا؟ چون میگیم این دو مثلث در دو زمان کشیده شدن، در دو مختصاتن. حالا شما عشایر فلان جای که رفتید دیدید و با 1400 سال پیش چجوری این همانی میکنید؟ دارید راجع به واقع تاریخی حرف میزنید، این که الهیاتی نیست. در به این شکل نبوده. من مخلص شما، در به چه شکل بوده؟ که چون شما بعداً عرض میکنم مسئله اصلی ایشون استبعاده، یعنی این که بعیده. منتها برای اینکه استبعاد کنن روی یه شواهد تاریخی تاکید میکنن که استبعادشون بشینه. خلاصه اون شواهد تاریخیشون همینطوریست که میبینید. طلبا میگن وحیه کماترا، یعنی روشنه که ایشون هیچ استدلالی ندارن. تجمیع شواهد و قرائن، روش انباشتی. من کارم 20 سال تاریخه، من جلوتر عرض میکنم به روش انباشتی و تجمیع قرائن حرف خواهم زد راجع به مظلومیت شهادت. اما ایشون الان روش انباشتیشون برای در نبودن چیه؟ آیه‌ای که خوندن با خبری که از عمر نقل کردن خودش نقض کرد. چون عده‌ای اون زمان بی‌ضابطه عمل میکردن، آدابی بلد نبودن، از دیواری که مثلا میتونستن بپرن برن تو وارد میشدن، خدا میفرماد وأتوا البیوت من ابوابها، یا به دلایل دیگری که خودشون هم میفرمان که یه خلیفه این کارو کرد. بعد میگن از این میفهمیم که در به شکل امروز نبوده. این آیا این در به شکل امروز نبوده الهیاتی؟ دیوار، در مورد دیوار فرمود. نه در ایشون در اون فرمایشاتشون قبلا گفتن اصلا در به این شکل نبوده که بخوان آتش بزنن فلان. من عرض میکنم جنس در خانه عایشه گزارش شده. در مورد اون مسئله عدالت علی چطور؟ من ببینید، من میخوام اول بگم مقدماتی که ایشون میچینه تا استبعاد کنه، من میخوام جز به جز بریم جلو. من به استبعاد مفصل میپردازم. منتها برای استبعاد ایشون لازم داره بگه یه چیزایی که نبوده، بعد به اضافه استبعاد. من اون استبعاد عدالت رو مفصل بحث میکنم. مفصل. اما فعلا ایشون چند تا ادعای تاریخی ضمن بحثاشون داره، مگه اینکه الان بگن تمام اونها رو من دست کشیدم. مثلا ایشون میفرماد، جلوتر باز مثال بزنم، ایشون میفرماد وقتی همه با ابوبکر بیعت کرده بودن و اینجا پیغمبر وصیت کرده بود به علی که تو هم همراهی کن، من میگم این گزاره که پیغمبر وصیت کرده بود تو همراهی کن و شما به روش انباشتی و الهیاتی ثابت کنید. ببینید برای استبعاد کردن ایشون باید در برابر اون نقلی بذاره. این کارو میکنه. در بیان فرمایش ایشون شاید توجهی به لوازم فرمایششون ندارن. در ادعا میفرمان من خبر واحد و قبول ندارم. منم هیچ مشکل ندارم خبر واحد و قبول نداشته باشن. بندم در خبر واحد نظر خودمو دارم. یعنی هر خبری رو نمیگم قبول داشته باشم، میگم خب باشه، به چه شیوه قبول دارید؟ من خبر واحد قبول ندارم، ظنیات رو قبول ندارم، هیچ مشکلی نیست. اما اونجا میگن در که نبوده به این شکل، پیغمبرم وقتی دستور به علی داده همراهی کن، این نمیشه علی همراهی نکرده باشه و باز موارد دیگری هم هست. من میخوام تمرکز نره خیلی خارج نمیشه. یعنی یه استاندارد دوگانه ای تو نقل اخبار وجود داره. آیا اردستانی؟ ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم. وقتی میگم دلیل انباشتی، حالا تعبیر ایشون همه که مجموعه شواهد و قرائن، بله، برخی از این شواهد و قرائن من ممکنه به حد ظن و گمان هم نرسه. منفردن. اینو مقابل عدالت میذارید، عدالت رو نفی میکنید اون وقت. نه. مثلا من وقتی میخوام امامت امام علی رو شروع کنم، میگی به روایاتی که خود اهل سنت دارن، همین الان میگه من اینا رو میگم قطعیه صدورش، اونا نقل کردن. میگه نمیتونم که شما روایت دیگر رو میگید روایت اونا معتبر نیست، اونجا باید ایراد بگیرید به من. شما میگی روایت اونا رو قبول داری که بهش استناد میکنی. بیشتر از این من به شما میگم وقتی امامت امام علی رو میگم چی؟ 2 پیامبر اولوالعزم قبل از پیامبر اسلام، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام نسب کردن جانشینشون رو بر اساس تورات و انجیل موجود. خب یه کسی به من میگه اون متون که معتبر نیست، منم نخواستم به عنوان دلیل استفاده بکنم.
عنوان شاهد خواستم استفاده بکنم. شاهد غیر از دلیل، چون من میخوام 10 نکته را کنار هم بگذارم، از مجموعش استفاده بکنم. من در رابطه با ماجرای اولا ایشون خب گفتن از کجا یا آیه قرآن در میاد که در داشته یا نداشته. من میگه وقتی میگه از در وارد بشید، همین از در وارد بشید، این تعبیرها داره دیگه. یعنی از کجا وارد میشدن مردم؟ معلوم میشه دیوار، میگم بازم قطعی بگم، دیوار آنچنانی مثل دیوارهای امروزی نبوده که مردم بخوان با نردبون برن، پاشونه میذاشتن اون طرف. خب این الان ادعای تاریخیه دیگه. آقای ببخشید، نه اصلا ادعانی، این که تاریخ نبوده، آیه قرآنه. این که تاریخ نبوده. وقتی قرآن میگه این که ادعانی، که ادعای تاریخ چیکار دارم من با تاریخ؟ وقتی قرآن میگه از در وارد بشی توصیه میکنه، یعنی این بین مردم متداول بوده که رعایت نمیکردن. اون چنان دیوار بلندی نبوده مثلا. این میخوام تازه نخواستم هم قطعی استفاده بکنم، ولی یه چیز نکته جالبه. من گفتم در مثل درهای امروزی، خودشون نقل کردن دیوار مثل دیوارهای امروزی. نگفتم در نبوده، در مثل در خود شما الان نقل کردی. آره در مثل درهای امروزی که بخوای بازش کنی باید متخصص بیاد باز کنه و باید حتما اگه چوبی آتش زده وارش، این نبود، در بوده. همین الان شما حتی فیلم که جالبه نگاه بکنید، این فیلم محمد رسول الله را نگاه، اونجا که بازسازی کردن درها رو ببینید چجوری بازسازی کردن. در قدیم چجوری بوده؟ شبیه در باغ‌هایی که تو روستا الان هست. دیدیم قفل داره ها، قفل یعنی کلید داره، ولی نه این شکلی، یه کلید چوبیه که با چی میکنن؟ با انگشت هم میشه اینور اونورش کنی. بله. به چیز این گونه میخوام بگم هر جا که تو اونجا اومده آقا در خونتون رو ببندید، نه فکر کنید این قفل های امروزی بوده که یه جوری، این که نبوده، یه چیزای ساده بوده ولی قفل داشته. در خونه رو ببندید. استفاده میکنن که اونجا بوده قفل بوده. منم این کار نکردم، من فقط گفتم در مثل درهای. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگیرم که نیاز نداشته طرف که در را آتش بزنه که وارد بشه. اون درها با یک چی از پاشنه در می اومد. درهایی که اون از یه پاشنه بسی در می اومد، چون حال میتون درها اینجور مثل در این شکلی نبوده که لازم. بازم نمیخوام قطعی بگم، بازم دارم میگم چون من از مجموعه شواهد قرار میشه اون مجموعه شواهد رو ردیف نه معذرت میخوام، معذرت میخوام این بخشو کامل بکنم. نه معذرت میخوام. و اساساً من روی این بخشش اصلا تاکیدم ندارم، من قسمتش اصلا مهم نی برام. به عنوان حاشیه بحثم یه جا مطرح کردم که حالا مثلا درها مثل درهای امروزی نبوده، دیوار هم مثل دیوارهای امروزی نبوده. من یه شاهد، من اصل ادام اونه که امام علی چگونه، اون برام اهمیت، اون اصل ماجرا اونه. بله. وگرنه اینهاش شواهده که انباشته میشه و چی میکنه. خب بسیار خوب، اینو شما نکاتو بفرمایید در مورد عدالت وارد بکنید. بله. عرض کنم خدمت شما که ببینید ایشون چون پایبند به روششون نیستن که روش الهیاتی میخوان ورود کنن، باز میگن من این عبارتشون در اون زمان به این شکل نبوده بخوای باز کنی بخوای بشکنیش. آیا این یه گزاره تاریخی هست یا نه؟ شما برید تو خیابون از مردم بپرسید میگن این گزاره الهیاتیه. در اون زمان به این شکل نبوده که لازم باشه برای ورود بشکنیش، هل میدادی باز میشده. این گزاره تاریخیه یا نه؟ به هر کسی بریم بگیم میگه این گزاره الهیاتی، این گزاره همین الان گفتن شما هر جوریشون بخوان حرفشون رو توضیح بدن در یک گرداب ادعای تاریخی افتادن، تناقض داره.
مثلا لازم نبوده آتش بزنی، هل میدادی و انگشت توش میکردی باز میشده. خب این یک گزارش تاریخیه، ادعای تاریخیه. مگر اینکه مثلا آخرش بگن این اصل حرفم نبوده، اینو حرفو حساب نکنی، این مثلا سبق لسان شده، من این چیزی گفتم اصل بحثم جای دیگه است. یعنی این نیست. وقتی این اصل بحثم نیست، پس این شاهد برای تضعیف اون حرف نیست فعلا. یا مثلا خیلی جالبه، من تاریخ روشمند مورخانو فعلا کاری باش ندارم، الان فیلم محمد رسول الله دراش اینطوری بوده. خب شما سریال مختار رو ببینید، سن مختار با واقعیتش خیلی فاصله داره. شما به تاریخ استناد نمی‌کنی، به فیلم استناد می‌کنی، به خبر واحد استناد نمی‌کنی، به گوگل. یعنی می‌خوام ایشون باید یک بار بنشینن فرمایشاتشون رو بنویسن، ببینن کجاها خروج از روششونه. آیا آن زمان دری نبوده لازم باشه بشکنی؟ این پدیدارشناسانه است، این روش ایشونه. ایشون مکرر از این فرمایشات، یه موزه تشریف ببرید ببینید از چند هزار سال پیش چه جور قفلایی وجود داشته، اینا موجوده که آن زمان قفل و انگشت توش میکردیم. شما برید ببینید که، یعنی میخوام بگم این حرف ها شأنیت بحث پدیدارشناسانه. ما هم یه ذره پدیدارشناسی بلدیم، به اینا پدیدارشناسی نمیگن. اگر چون ایشون خودشون تاکید دارن که من اینا رو صرفاً به عنوان شاهد گفتم، خیلی روش تاکیدی ندارم. این کلمات استناد میخوام سبق لسان و من کلماتی که خودم به کار میبره لطفا. سبق لسان یعنی حواسم نبوده گفتم، اهمیتش پایینه. نه من چون مجموع میگم گفتم تو بعضیاش 30% ممکنه باشه. حالا من نکته دومم که ورود نکردن ازشون میخوام ورود کنن. ببینید ایشون چون این بحث جلوتر تو بحث استبعاد کاملا میبینید که پایه استبعاد، بحث استبعاد منظورتون مشارکت نکردن امام ایشون علی میگه توی بعید درگیری امامی که عادل از چنین کرده باشد که من اسمشو میذارم استبعاد، توضیح میدم. برای یکی در بود که تکلیفش معلوم شد. بعدی ایشون اینجوری میفرمان وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن، اینجا رو کار دارم، پیغمبر وصیت کرده بود که علی همراهی کنه. من ازشون میخوام این رو هم به روش الهیاتی ثابت کنن که پیغمبر وصیت کرده بود علی همراهی کنه. این عبارتو ایشون استدلالشون تو ضمنش اینه علی وصیت پیغمبر رو اگر بیعت نکرده باشه عمل نکرده و این خلاف دستور پیغمبر. ایشون ثابت کنن به هر روشی که میخوان پیغمبر همچین وصیتی داشت. بله. وقت جزء بحث امروز هم هست دیگه. بله دیگه، مگه این جزء استبعادهای شما نیست؟ نه شما من یه بار تقریر کنم. ایشون میگن چون اجازه بده. میخوام بگم ربطی به این که امام علی را گفتید شما میگید که امام علی رو باشه حضرت علی وقتی میخواستین بفرمایید اون روایت آتش و فلان قبول ندارید، فرمودید که چون مردم با ابوبکر بیعت کرده بودن و پیغمبر وصیت کرده بود علی همراهی کن، اگر علی همراهی نکرده باشه بخوان بکشنش ببرن، این خلاف عدالت و علی بن ابی طالب خلاف پیغمبر عمل کرد. من از شما میخوام این جمله وصیت پیغمبر رو اثبات کنید. باش. این که امام علی ازش خواستن که پیغمبر از امام علی خواستن دیگه. دلیل اول خود شما همه میگید که امام علی 25 سال صبر کرد. خود شما میگید که امام علی دید جلو چشمش حضرت زهرا را زدن. اون بحث بعدی. نه اجازه آقا بذارید نمیشه. اجازه بده. چرا امام علی دست نبرد به شمشیر؟ اینا دلیلش چی بود؟ چرا میگید 25 سال صبر کرد؟ چرا میگید مشاوره داد، کمک کرد، چه کرد؟ نه اینا چی بود؟ این 25 سال چیکار؟ چند بار اصلا امام علی غیر از خطبه شقشقیه که یک بار توش میگه من شایسته تر بودم تا ابوبکر، اونجا نمیگه من نصب شدم، شایسته تر بودم، من شایستگی خودشون را میگه. بعد همونجا تو همون خطبه شقشقیه میفرماد لولا حضور الحاضر، اگر این نبود که مردم اومدن و از من خواستن و این که از علما خداوند وعده گرفته که به ظلم و ستم و اینها سکوت نکنن، من رها میکردم.
اگه این نبود من رها میکردم. تو خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقه اومده. همینا چی ازش میفهمید؟ لولا حضور، اگه مردم نبودن، اگه مردم از من نمیخواستن و اگر چی نبود، من باز شاهد میخوانشون اینجور ای که دیگه تو خود نهج البلاغه اومده، دعونی والتمسوا غیری، من رها کنید و برید سراغ غیر من. همون موقع که اومدن در خونه، همون موقع که مردم اومدن، باز امام علی میفرماد من رها کنید و برید سراغ غیر من. اگر برید سراغ غیر من، من قول میدم که بیش از شما کمکش بکنم. من مشاور شما باشم بهتر از اینه که امیر شما باشم. امام علی که شوخی نمی‌کرده این حرفا رو که میزده. حتما اگه یک کسی همین حرف رو میشنید و عمل میکرد، تمرد کرده بود از این که نمیگفت که. عرض بنده اینه روش امام علی چی بوده؟ همونطور که شیعه نقل میکنه، نه اونطور که اهل سنت نقل میکنه. خود شیعه چی نقل میکنه؟ خود شیعه وقتی میگن، خود این روزه خونا وقتی میگن امام علی سکوت کرد در مقابل مصائبی که بر حضرت زهرا وارد شد، دلیلش چی بود؟ که حیدر هیچی تماشا کرد و صبح. من قبول ندارم این حرفا را. شما میگید چی بود دلیلش؟ استنادتون چی بود که امام علی این کار کرد؟ دیگه نمیگید پیامبر وصیت کرده بود. خود شما میگید برای توجیه همین حادثه زدن حضرت زهرا، برای توجیه همین حادثه میگید پیامبر بهش فرموده بود که بخواد. همه میگید اولین مسجد ببین روزه خونی که میخونه ببین میگه یا نه. خیلی راه دور نمیخواد بری. همش دارد میگید این که نشد که هر جا میخواید یه چیزی را به سودتون، این که نمیشه به چرخونیش که. شما این همه سال گفتید امام علی 25 سال برای چی سکوت کرد؟ میگید برای چی سکوت کرد؟ میگید برای چی حضرت امام علی دید که حضرت زهرا را چی بود و اینا ولی سکوت کرد؟ و اینا برای چی میگید؟ شما همه دارید میگید که به خاطر وصیت پیامبر. تو نهج البلاغه، سراسر نهج البلاغه و جاهای دیگر یک بار امام علی بیارید گفته باشه که من نصب شدم. نه، من شایستگی داشتم. بله. بعدم اونجا میگه من رها کنید به غیر من. یک روایت تو منابع اهل سنت آمده، من میدونم ایشون میخواست اول من اونو بگم، ولی منم برعکس آخر گفتم. عالمان شیعه نقل کردن و تایید کردن. از جمله من آدرس میدم بهشون. آیت الله سبحانی تو کتاب مسائل جدید کلامی، اینجا که دو فصل داره، که یه فصلی داره تحت این عنوان رأی ملت سرچشمه قدرت. عنوان فصلش رأی ملت سرچشمه قدرت. خب عنوان فصل این مسائل جدید کلامی، کتاب قطوریه. ایشون در اونجا این روایت آورده که پیامبر فرمود به امام علی که حکومت اکمال توه. اگه مردم با چی و رضا و سلمان ها اومدن به دادن بگی، اگه نیامدن اختلاف شد رها کن. اینش را ایشون این روایت. اما به اینجا ختم نمیشه. امام حسن وقتی استدلال میکنه برای معاویه، میگه چه کسی حکومت را به من دادن؟ هیچ وقت گفته پدرم داد. میگه مردم دادن. مردم دادن حکومت. امام حسین